وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شدید العقاب. و آنچه را که رسول الله برای شما آورده است بگیرید و اجرا کنید و آنچه را از آن نهی کرده است خودداری نمایید و از الله بترسید، بیگمان الله سخت کیفر است. هر کسی را که خواسته باشه اقرأ ورتل باقتداء آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. اقرأ ورتل باقتداء. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. سروران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدواریم خوش و صحتمند باشین و با درسای عقیده خیلی تشکر میکنم. متشکرم که شما تا این لحظه با همراه ما هستین و درسای عقیده را با بسیار دقت گوش میگیرین. واقعا عقیده توحید قلب روشن میسازه، نوری است که در قلب مؤمن جای میگیره، وحدانیت حقیقی خالق یکتا را احساس میکنه و آرامش و سکون نصیب انسان مؤمن میشه که خالق متعال نصیب همه ما و شما بگردانه. در برنامه قبلی درباره افعال خالق متعال بحث کردیم که 6 قاعده اساسی رو بیان کردیم که افعال خالق باید بشناسیم و افعال مخلوق هم بشناسیم. افعال خالق به مخلوق نسبت ندهیم و افعال مخلوق به خالق نسبت ندهیم. افعال خالق از مخلوق تقاضا نکنیم و افعال خالق به افعال مخلوق و افعال مخلوق با افعال خالق تشبیه نکنیم. 6 قاعده اساسی. فعل خلق کردن یکی از افعال خالق متعال بود که برای یکی پسر، برای یکی دختر، برای یکی اردوش، برای یکی هیچ کدامش. پس انسان مسلمان موحدی فعل الله را وقت شناخت فقط اولاد است الله میخواه. زکریا علیه السلام وقتی در عالم اسباب ازدواج میکنه ولی صاحب فرزند نمیشه، پیغمبر است، ولی خود پیغمبر محتاج است به داشتن فرزند، دست دعا به بارگاه خالق یکتا بلند میکنه. چرا؟ پیغمبر است، میفهمه که خلق کننده الله هست، هیچ کسی برای کسی پسر داده نمیتونه. پس زکریا علیه السلام با وجود مقام عصمت و معصومیت، با وجود از اینکه پیغمبر الله هست، باز هم به بارگاه الله که خالق است محتاج است. ربی میگه ای پروردگار من، ای پروردگار من، اینی وحن العظم منی، استخوانایم بسیار ضعیف شده، موهای سر من سفید شده، عاجزی خدا به الله با فعل ربوبیت الله توسل میکنه پیغمبر با صفت از صفات الله که ربوبیت الله هست و میگه ربی ای پروردگار من، و باز توسل میکنه با عاجزی خود. اینی وحن العظم منی، استخوانم پوسیده شده،
واشتعل الرأس، سرم هم شیبه سفید شدن. ولم اکن بدعائک، من در دعای تو پروردگارا که به مخلوق مراجعه کرده باشم شکاوت نکردیم. عقیده توحید خدا و عبادت خاص خدا به الله توسط 3 چیز توسل میکنه زکریا علیه السلام. صفت ربوبیت الله، رب، توسط ایمان و عقیده درست خود ولم اکن بدعائک رب شقیا، و توسل میکنه به حالت عاجزی و بندگی خود. 3 قسم توسل است. الله بیان میکنه در قرآن عظیم شان و به الله میگه که برای من فرزند نصیب کن من لدنک، از بارگاه خودت، چون تو خالق هستی، خلق کننده هستی، تو هستی فرزند میدی برای هر کسی. من پیغمبر برای کس فرزند دادن نمیتونم، خود محتاج فرزند هستم. و الله ایره بیان میکنه در قرآن که ما از این آیت قرآن درس بگیریم که خلق کننده الله هست و کسی دیگه نمیتونه برای کس پسر یا دختری بده. و حتی شخص پیغمبر که در جامعه بلندترین مقام و رتبه داره، خودش برای فرزند وقتی نیاز داشت به بارگاه الله مراجعه میکنه. در اینجا هست که خود پیغمبر با صفات الله و با ایمان خود و به حالت عاجزی خود به بارگاه الله توسل میکنه. این الله بر ما عقیده درست صحیح زکریا علیه السلام بیان میکنه. پس ما مسلمان ها باید فعل خلق کننده الله را بشناسیم که الله خلق کننده است. الله خالق کل شیء، الله خلق کننده همه است. کسانی که ایره میفهمن به مخلوق مراجعه نمیکنن، ولو که مخلوق پیغمبر باشه، ولو این مخلوق ملائکه باشه، ولو این مخلوق فرزند و ذریه پیغمبر باشه، ولو که این مخلوق ولی از اولیاء باشه، نمیتونن که فعل خالق داشته باشن. دومی فعل از افعال الله سبحانه و تعالی فعل حفظ کردن است. الله سبحانه و تعالی حفظ کننده آسمان ها و زمین است. در آیت 41 سوره فاطر میخوانیم که الله سبحانه و تعالی بیان میکنه فعل حفظ کردن خدا که ان الله، یقینا که الله سبحانه و تعالی یمسک السماوات والارض، حفظ میکنه. امساک به معنای حفظ کردن و نگه داشتن است. یمسک السماوات والارض ان تزولا، نگه میداره آسمان ها و زمینه که زائل شون، از بین برن. و باز الله میگه ولئن زالتا، و اگر زائل شون و از بین برن به قدرت الله، این امسکهما من احد من بعده، نمیتونه که نگه بداره هیچ کسی بعد از الله. انه کان حلیما غفورا، یقینا که الله سبحانه و تعالی حلیم است و بخشاینده است. پس انسان مؤمن موحد یکتا پرستی که این آیت قرآن درست فهمیده باشه، که عقیده خود از قرآن و سنت بگیره، میفهمه که اگر افغانستان است، اگر ایران است، اگر تاجیکستان است، حفظ کننده از الله هست. اگر کدام قریه و دهکده هست، حفظ کننده از الله هست. بناء این فعل از افعال الله را به مخلوق نسبت نمیدهد کسی که عقیده خود از قرآن میگیره. اما وقتی قرآن ترک شد و قرآن نخواندن و این آیت قرآن نفهمیدن، باز ادعا میکنن فلان شهر فلان شخص حفظ میکنه. خب قبل از موجودیت این شخص، این شهر وجود داشت. حافظ او وقت کی بود؟ اگر کسی مخلوق را حافظ کائنات قرار میته که عالم هستی را این مخلوق حفظ میکنه،
در فعل حفظ کردن الله این مخلوق شریک کردن و این شرک است در ربوبیت الله. فعل دیگه از افعال الله سبحانه و تعالی فعل مالک بودن الله هست. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان در آیت 17 سوره المائده الله سبحانه و تعالی میگه که ولله ملک السماوات والارض و ما بینهما، مالکیت آسمان ها و زمین، ولله، خوب دقیق شوین، ولله ملک السماوات والارض و ما بینهما، الله خاص برای الله هست مالکیت آسمان ها و زمین و آنچه در بین آسمان ها و زمین است. یخلق ما یشاء، خلق می کند آنچه را خواسته باشد. والله علی کل شیء قدیر، و الله بر هر چیز قدرتمند است. پس مالک ای کائنات خالق متعال ذات یکتا هست. الله خالق است و الله مالک از اینا هست، مالکی که تصرف داری کائنات میکنه. انسان مؤمنه که بر ربوبیت الله ایمان داشته باشه، مالک ای کائنات، مالک جهان، ای جهان و جهان دیگه که آخرت است، خالق متعال میدانه. ولله ملک السماوات والارض، خاص لام. ببینین در گرامر عربی وقت لام داخل میشه تخصیص معنا میده. ولله، و خاص و مخصوص الله هست مالکیت آسمان ها و زمین. مالکیت ما مالکیت حقیقی نیست، مالکیت مجازی هست. مالکیت انسان مالکیت موقت است، گاهی به دست من هست، گاهی به دست کسی دیگه هست. اما مالک حقیقی تمام کائنات ذات خالق یکتا هست. ولله، و خاص برای الله هست ملک السماوات والارض، مالکیت آسمان ها و زمین. از جمله افعال الله سبحانه و تعالی فعل تنفیذ اوامر بدون ضرورت به وسایل. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان می فرماید انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. انما، یقینا که امر الله سبحانه و تعالی اذا اراد شیئا، وقتی چیز را اراده بکنه، ان یقول له، وقتی بر از بگوید که کن فیکون، شو، پس می شود. بناء تنفیذ اوامر الله بدون ضرورت به وسایل ای از افعال الله هست. الله اوامرش را بدون ضرورت به وسایل دنیایی که مخصوص وسایل مخصوص انسان ها هست. الله سبحانه و تعالی اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وقتی انسان آیت قرآن بفهمه، از بحث های عقلانی فلسفی که زاده مکاتب فلسفی بتپرستی هست، از این اجتناب میکنه. الله وقتی این کائنات خلق میکنه، اذا اراد شیئا، وقتی که اراده نمود، ان یقول له کن فیکون، پس او میشه. پس ضرورت نیست اینجا که قبل زی الله ای ساختن انسان با ساختن الله تفاوت میکنه. مخلوق یک چیز را از یک تغییر یک اصل به یک اصل دیگه تغییر میده. از درخت دروازه میسازه، مخلوق است که نیاز داره به دروازه تا که از چوب ازی نیاز داره به درخت تا از چوب ازی دروازه بسازه. اما خالق متعال ذات یکتا اذا اراد شیئا، وقتی که اراده یک چیز میکنه برش میگه که کن شو فیکون، و پس میشه. این است یک فعل از افعال الله، تنفیذ اوامرش بدون نیازی به وسایل که باید انسان مسلمان عقیده داشته باشه. دیگر فعل از افعال الله سبحانه و تعالی فعل تدبیر و تصرف است. یدبر الامر من السماء الى الارض،
تدبیر میکنه، یدبر تدبیر میکنه الامر امور را من السماء از آسمان ها الی الارض تا به زمین. پس مدبر تمامی امور از آسمان تا به زمین الله سبحانه و تعالی مالک است، مدبر است و او ذات هست که تدبیر از این امور میکنه. و آیات قرآن دیگه در این راستا زیاد از خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل عن النهار و یکور النهار علی اللیل و سخر الشمس والقمر هو یحیی و یمیت. این تمام افعال الله هست. یعنی الله ذات مالک متصرف کائنات. انسانی که مالکیت الله را و تصرف الله را فهمید، باز اینجا شرک دست تصرف پیدا نمیشه که فلان پرنده فلان زیارت برای ما فلان آسیب میتونه برسانه، فلان شخصی و یا قبر فلان شخصی برای ما میتونه کدام نفع و یا ضرری برسانه. چرا؟ مالک متصرف الله هست. او هست که در کائنات تصرف میکنه. پس این افعال الله را دانستن در صفای اعتقادی انسان تأثیر بسیار زیاد داره. فعل روزی دادن الله هست. یرزق من یشاء. الله ذات است که رزق میده هر کسی را که خواسته باشه او را رزق میده. رزاق الله هست. روزی دهنده الله هست. پس کسانی که به مخلوقی به خاطر ای که بر من روزی برسانه سرخم میکنه، در حقیقت صفت رزاقیت الله را به مخلوق داده. دیگه فعل از افعال الله سبحانه و تعالی شفا دادن است، شافی الامراض است. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان سخن از سخنان ابراهیم علیه السلام نقل میکنه که ابراهیم علیه السلام با وجود از اینکه خودش پیغمبر است، دو پسرش اسماعیل اسحاق علیهم السلام هم پیغمبر هستند و حتی شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم از ذریه ابراهیم علیه السلام است. ابراهیم علیه السلام بیان میکنه که و اذا مرضت وقتی که من خودم مریض شوم فهو یشفین، الله مرا شفا نصیب میکنه. حکمت در چی است که خالق متعال این قول ابراهیم علیه السلام در قرآن عظیم الشان برای ما و شما نقل میکنه و بیان میکنه. حکمت دی والله اعلم همی هست که برای ما بفهمانه که ابراهیم با وجودی که پیغمبر اول العزم است، ابو الانبیا پدر پیغمبرها هست، نمیتونه برای کسی شفا بده. خودش اعتراف میکنه که شافی الامراض الله هست، شفا دهنده الله هست. اذا مرضت وقتی که من که پیغمبر هستم و پدر پیغمبرها هستم مریض میشم فهو یشفین، الله شفا میده. وقتی کسی این فعل از افعال الله را که فعل شفا دادن است بشناسه، باز به قبر نمیره تا قبر او را شفا بده. پیش چوب نمیره که این چوب بر از شفا بده. پیش مرده نمیره که او را شفا بده. چون هیچ شخصی از پیغمبر که در رتبه بلند نداره، لکن خود پیغمبر و پدر پیغمبر میگه که خودم که مریض شم الله مرا شفا میده. درست است در عالم اسباب دوا میگیریم، پیش دکتر میریم، معاینه میکنیم، تداوی میکنیم، ولی دکتر شفا دادن نمیتونه. به این خاطر است که شما در هر شفاخانه وقتی میرین، در هر بیمارستان شما میرین، در اونجا یک جای دیگه مخصوص مرده ها وجود داره. روزی از یک طبیبی پرسان کردم، از یک پزشکی، شما در افغانستان غالبا بالای بیمارستان شفاخانه نوشته میکنن. گفتم شما چرا بالای این بیمارستان شفاخانه نوشته کردین در حالی که در داخل اونجا مردخانه هست؟ او به خاطر چی هست؟ گفت به خاطر این که ما برای مردم میفهمانیم که شفا به دست ما نیست. ما معاینه میکنیم، ما تشخیص میکنیم، ما معالجه میکنیم،
اما شفا دهنده الله هست. اگر شفا داد به این دروازه خارجش میکنیم و اگر شفا نداد به اون مردخانه و اتاقی که مخصوص مرده ها هست در اونجا او را داخل میکنیم. پس یکی از افعال خالق متعال فعل شفا دادن است و فعلی است که انسان مؤمن باید او را بشناسه و فقط به خالق متعال به الله سبحانه و تعالی این فعل نسبت بده. دیگر از جمله افعال الله سبحانه و تعالی اجابت کننده دعا هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که الدعاء هو العباده، دعا عبادت است و الله میگه وقال ربکم ادعونی. در اینجا یک نقطه بسیار مهم است. الله میگه که ادعونی، امر میکنه. ادعو فعل امر است. دست دعا بلند بکنین. اینجا میگه ادعونی، به بارگاه من. بس شما دست دعا را فقط به بارگاه من بلند کنین. ادعونی استجب. الله میگه استجب، ای انا استجب لکم. الله میگه من اجابت میکنم. ادعو، دست دعا بلند بکنین، نی به بارگاه من و من اجابت میکنم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که الدعاء هو العباده، دعا عبادت است و ما در هر رکعت نماز به الله تعهد میکنیم که یا الله ایاک نعبد، خاص برای تو عبادت میکنیم. پس کسی که این آیات قرآن بفهمه هیچ وقت دست دعا به مخلوق بلند نمیکنه، ولو که این مخلوق پیغمبری از پیغمبرها باشه. ما وقتی به زیارت مرقد رسول الله صلی الله علیه و سلم میریم فقط سلام اونجا برشان میتیم، اما رو به طرف قبله کرده به بارگاه الله دست دعا بلند میکنیم. پس دعا عبادت است و حق الله است. لا اله الا الله همین معنا را میده که نیست هیچ کسی مستحق هیچ عبادت، مستحق هیچ اطاعت که به عوض الله اطاعت شود. الا الله، هیچ کسی مستحق نیست بغیر از الله. پس اطاعت و عبادت مخصوص الله هست و دعا عبادت است. الله سبحانه وتعالی در آیت دیگه میگه که اما یجیب المضطر اذا دعا، کی میتونه انسان را که در حالت استعاری قرار دارد او را اجابت بکنه. و یکشف السوء، کی میتونه که بدیهای از او را دور بکنه. هیچ کس نمیتونه بغیر از ذات خالق متعال که انسان مسلمان واقعی کسی است که دست دعا را فقط به بارگاه خالق متعال بلند میکنه. چرا با الله تعهد کرده با کلمه خواندن که پروردگارا بغیر از ذات تو به کسی دیگه عبادت نمی کنم، و در هر رکعت نماز تعهد میکنه که یا الله بغیر از ذات تو دست دعا را، عبادت را، هیچ عبادت را به دیگری نمی کنم، خاص پروردگارا تو را عبادت میکنم. الله متعال بر همه ما و شما توفیق نصیب بکنه که اطاعت و عبادت مخصوص الله بگردانیم و من حیث یک مؤمن موحد یکتا پرست واقعی در روز محشر، در روز معاد حشر شویم. عزیزان سروران گران قدر، تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت شما قرار میگیریم شما را به خالق منان میسپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار. ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. اقرأ ورتل
آية لتفوز في جني الثمار. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شدید العقاب. و آنچه را که رسول الله برای شما آورده است بگیرید و اجرا کنید و آنچه را از آن نهی کرده است خودداری نمایید و از الله بترسید، بیگمان الله سخت کیفر است.